هی سلام رفقا، به یه ویدیو دیگه از کانال پیکس یونیورس خیلی خوش اومدید. امروز قراره به بررسی سریال Your Friendly Neighborhood اسپایدرمن بپردازیم و ببینیم که این سریال ارزش دیدن داره یا نه. خب سریال Your Friendly Neighborhood اسپایدرمن تو سال 2022 تو جشنواره کانکان تایید شد و گفتن که قراره این سریال تو خود دنیای سینما مارول اتفاق بیفته برای اینکه به اورژین پیتر پارکر تام هالند بپردازه. و بعد یه سال 2023 گفتن که نه دیگه قرار نیست دنیای سینما مارول اتفاق بیفته، چون یه شخصیت‌های معرفی میخوام بکنم به اسم دکتر اختاپوس یا نورمن آسبورن که تو خود دنیای سینما مارول هنوز نیستن و اون موقع اسم خود اسپایدرمن گذاشته بودن فرشمن یر و تغییرش دادن کردنش یا فرندلی نیبرهود اسپایدرمن و کلا توی یه بعد دیگه داره اتفاق میفته. خب بریم سراغ خود سریال. این سریال به اورجین اسپایدرمن خیلی احترام میذاره و نشون میده که پیتر پارکر ما کمی دستمزد زمان بندی بلد نیست و اینکه ارتباط خوب با عمو می داره و به عمو بن هم اشاره میکنه. نکته دیگه این سریال اینه که این سریال کیفیت خیلی خاصی داره. این کیفیت به نظر من برای اکشن خیلی خوبه. صحنه‌های اکشن، تاپ خوردن اینا خیلی جذاب کرده به نظر من. ولی تو قسمت‌های عادی مثلا پیاده روی مردم صحبت کردنشون یه خورده زیاد به دل نمیشه. ولی صحنه اکشن خیلی خوبه. نکته دیگه این سریال اینه که یه عنکبوت از پورتال دکتر استرنج میاد پیتر مارنیش میزنه که انگار از یه بعد دیگه است. ما تا حالا هم چیزی ندیده بودیم برای پیتر پارکر. مثلا برای مایلز مورالز تو سریال میگم فیلم سینمایی اینتو دی اسپایدر ورس دیدیم که از یه بعد دیگه اومد و پیتر مایلز رو نیش زد و قدرت خاصی به اون داد که البته تو این اوکیه. مایلز حالا اورجینال خیلی متفاوتی داشته ولی پیتر پارکر همیشه عنکبوت از آزمایشگاه بوده، اومده موقع عکاسی پیتر رو باز گرفته و بهش قدرت داده و به نظر من که برای پیتر از یه بعد دیگه بیاد زیاد نکته مثبتی نیست و به اورجین اسپایدرمن خدشه وارد میکنه. ما توی قسمت اول دیدیم که دکتر استرنج داره با هایلی سیمبیوتی مبارزه میکنه و یه جاش هست که داره هایلی سیمبیوتی به سمتش کامیون پرت میکنه که نزدیک برخورد کنه به مدرسه. توی اون صحنه دیدیم که دکتر استرنج میخواد با سنگ زمان جلوی اون برخورد بگیره که نمیتونه، هایلی سیمبیوتی میفته روش و بعد مبارزه می‌پردازه و اون کامیون به ساختمون برخورد میکنه. من موندم چجوری توی حین مبارزه میخواد جلوی اون برخورد بگیره ولی بعد از اینکه مبارزه تمام میشه با سنگ زمان نمیخواد اون برگردونه به حالت اول، یعنی میتونه دیگه از پسش برمیاد. چجوری حین مبارزه این قصد رو داره ولی بعد اینکه مبارزه تمام میشه اون درست نمیکنه با جور در نمیاد. یکی از نکات منفیه. توی صحنه اینترو اولش از آهنگ سریال کلاسیک مرد کبوتر 1967 استفاده میکنن که یه ادا احترامی به اون سریاله و آخر این سریال هم به یه رفرنسی هست از کمیک امیزینگ فانتاسی اسپایدرمن که اونم خیلی خوبه. اینم خیلی خوشم میاد از اینکه ادا احترام میکنن، واقعا حس خوبی میگیره. توی این سریال میبینیم که پیتر پارکر دوستای جدیدی داره مثل نیکو مینورو، لونی لینکلن یا پرپنگن که اینا دوستای جدیدش هستن و کاراکترهای جدیدی هستن که به سریال اضافه شدن که قبلا ما ندیدیمشون. مثلا دوستای قدیمی پیتر پارکر هستن مثل هری آزبورن، مری جین، گون. میتونستن از اینا استفاده بکنن ولی خب نکردن. از من کار خوبیه شخصیت جدید آشنا کنی با مردم. توی این سریال رفرنس ها کامن‌های خیلی زیادی هست. بریم که چند تاشون رو با هم ببینیم. You gotta be kidding me. Good save, kid. Okay, Spider-Man! Don't flip! Yeah! And a right grip with another left and watch his right hand slip. Schwartz is gone. Peter, hey, how was school today? It was okay. I found a DVD player on the way home. Oh, and there's this crazy car parked outside.
What are you doing here? Sorry. I mean, I'm Peter. من از کاماها رفرنس های این سریال خیلی خوشم آمد. به نظر من این سریال ارزش دیدن داره و اینکه مطمئنم در آینده خیلی قرار جذاب‌تر بشه، چون مارول استودیوز برای فصل 2 و 3 تاییدیه‌شو داده، براش حساب باز کرده. خب امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه از این ویدیو لذت بردید لطفا لایک و سابسکرایب بزنید، برام خیلی ارزش داره، باعث میشه که قوی‌تر بتونم به کارم ادامه بدم. تا ویدیو بعدی، فعلا خداحافظ. حس عنکبوتی داره اذیتم میکنه. خب سلام رفقا، روی یکی از این ویدیوها کلیک کنید، مطمئنم خوشتون میاد. راستی لایکشون هم بکنید. میبینمتون.